فرزانه وقتی با شوق و ذوق از به دست آوردن کار در یک مانتو فروشی خوشحال بود، فکرش را هم نمی‌کرد چه سرنوشت شومی در انتظارش است. دختر 20 ساله از اینکه می‌تواند روی پای خود بایستد و درآمدی برای خودش داشته باشد، در پوستش نمی‌گنجید، غافل از اینکه این مغازه گورستان آرزوهایش می‌شود. دختر جوان در حالی که هراسان وارد اداره پلیس شد، خطاب به مأمور پلیس آگاهی گفت: از 2 سال قبل که دیپلم گرفتم در یک مانتو فروشی در مرکز شهر کار می‌کردم. صاحب فروشگاه بعضی وقتها آخر وقت برای حساب و کتاب به مغازه می‌آمد. دیشب آخر وقت بود و سایر همکارانم فروشگاه را ترک کرده بودند که صاحب فروشگاه همراه 2 نفر از دوستانش به آنجا آمد. می‌خواستم وسایلم را بردارم که یکی از دوستان صاحب مغازه که به اتاق پرو رفته بود مرا صدا زد. من هم به گمان اینکه قصد دارد مانتویی برای بستگانش انتخاب کند به داخل اتاق پرو رفتم، اما او دهانم را بست و مرا مورد آزار قرار داد. صاحب مغازه و دوست دیگرش هم که متوجه ماجرا شده بودند به من کمک نکردند و عکس‌العملی نشان ندادند. بعد از شکایت دختر جوان، صاحب فروشگاه و 2 دوستش بازداشت شدند. صاحب فروشگاه گفت: من از نقشه دوستم کامران بی اطلاع بودم. وقتی به او گفتم قصد دارم برای حساب و کتاب به فروشگاه بروم، همراهم آمد. وقتی او دختر جوان را به داخل اتاق پرو کشید، من و دوست مشترکمان شوکه شده بودیم، اما هرگز فکر نمی‌کردیم او قصد آزار دختر جوان را داشته باشد. به دنبال اظهارات این مرد، کامران 28 ساله تحت بازجویی قرار گرفت و به آزار دختر جوان اعتراف کرد. وقتی وارد مانتو فروشی شدم و دختر جوان را تنها دیدم، وسوسه سراغم آمد. او دختر زیبایی بود. به داخل اتاق پرو صدایش کردم. من قبول دارم او را آزار دادم، اما هنوز علت این کار را نمیدانم. به دنبال اعتراف‌های پسر جوان و در حالی که پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده بود، خبر رسید دختر جوان خودکشی کرده است. با مرگ این دختر تحقیقات وارد مرحله دیگری شد و مشخص شد فرزانه پس از مراجعه به پزشک و اطلاع از بارداری خودش را در اتاق خوابش حلق‌آویز کرده است. وقتی پزشکی قانونی با بررسی DNA جنین فرزانه دریافت این جنین متعلق به کامران است، او پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی محاکمه شد. در جلسه دادگاه، قضات دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و شکایت فرزانه قبل از مرگش، کامران را به اعدام محکوم کردند. کامران اما حرف‌های ضد و نقیضی را مطرح و ادعا کرد قبلا دختر جوان را میشناخته و با او در ارتباط بوده است. به نظر میرسد این پرونده هنوز در دادگاه در حال بررسی باشد.